به اون چی شد؟ کلاسیکو مثل فینال جام جهانی بارسلونا با قدرت اومده بود، در حالی که رئال مادرید 42 تا بازی پی و پی نباخته بود. نیمه اول بدون گل تموم شد و این نیمه دوم یه فاجعه کامل بر رئال مادرید بود. لواندوفسکی 36 ساله 2 دقیقه 2 تا گل زد، ولی موقعیت 100% رو خراب و هتریک نکرد. از اون طرف امباپه هم تاریخ ساز شد، البته به بدترین شکل ممکن، چون 7 بار توی آفساید گیر افتاد. بعدش لحظه طلایی لامین یامال رسید، با پای ضعیفترش اولین گلش توی ال کلاسیکو رو زد و جشن کالما، همون حرکت معروف کریستیانو رونالدو رو جلوی هوادارهای رئال گرفت. برنابئو ترکید از عصبانیت. یامال همینجا تمومش نکرد، بعد بازی پست گذاشت و نوشت کالما مأموریت تموم شد. حتی کارلو آنجلاتی هم کنار زمین از کوره در رفته بود. تازه رافینیا هم نذاشته گفت من الان بهترین برزیلی این استادیومم. اگه یامال آینده فوتبال یه لایک بزن.